Hello dear friends, welcome back. As usual, Ihsan Yadgari, English and TOEFL instructor at YSE Yadgari Stars Educational Center. Dear friends, today we are going to talk about descriptive mood. دوستای عزیز امروز میخوایم در مورد descriptive mood یا مودهای توصیفی سخن بزنیم. خود مود دوستان میگیم از کلمه لاتین مادیوس گرفته شده به معنای منر حالت. پس حالت های توصیفی و کدام حالت ها است؟ حالتهای توصیفی رو میگیم زمانی که در جمله present participle یا past participle ذکر شود. اینا میره دوستان ما به نام descriptive mood یاد میکنیم. به طور مثال داریم که I am teaching English. من در حال تدریس کردن زبان انگلیسی هستم. دوستان teach در اینجا verb plus ing گرفته. پس میگیم که یکی از قانونهای descriptive mood همین است که زمانی که verb present participle یا شکل ing را در خود بگیره یا past participle شکل سوم فعل در خود بگیره دوستان. مثلا we have played volleyball. ما والیبال بازی کرده ایم. در اینجا دوستان play شکل سوم در خود گرفته. play descriptive mood یا حالتهای توصیفی در زبان انگلیسی بود. ما را دنبال